بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. اینک ما درسای خود را دوام میدهیم از کتاب تفسیری به نام تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان از آن شیخ علامه عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمه الله تعالی. درس امروزی ما آغاز می یابد آنجا که سوره بقره آغاز می شود. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر سوره البقره. برای چی تفسیر شد؟ برای خاطر آنکه خبر است که مبتدایش محذوف است، تقدیر کلام هذا تفسیر میشد. برای چی در تفسیرون نشد؟ برای خاطر آنکه مضاف است، در مضاف تنوین داخل نمیشد، چنانه که الف لام هم داخل نمیشد، مضاف است. وقتی که ما مضاف گفتیم، بعد مضاف چی در کار میشد؟ مضاف صورتی میشود. صورتی مجرور بالمضاف، با تفعیل مضاف صورتی میشود. همون گپ، زیرا اینکه صورتی هم چی شده ایستاده است؟ مضاف شده ایستاده است. البقرتی مضاف الیه مجرور بالمضاف و علامت جره الکسره الظاهره. میفرماید تقدم الكلام على البسمله. سخن درباره بسمله یعنی بسم الله الرحمن الرحیم در اولی سوره فاتحه گذشت. فهمیدید؟ یعنی شیخ اون در نظر دارد که دیگر درباره بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر نمیکنیم. و اما الحروف المقطعه في اوائل السور فالاسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي. اکنون میفرماید اما صحبت درباره الحروف المقطعه میرفتنی باشد. حروف مقطعه گفتم مثلا بعضی سوره های قرآن با حرف ها آغاز میشن، مثلا الف لام میم و که صاد و که نون و هکذا دیگر سوره هایی که با حروف مقطعه آغاز میشن. اما حرف های مقطعه باشند که فی اوائل سور در اولی بعضی سوره ها قرار دارند، فالاسلم فیها یعنی از همه راهی تینج نسبت اینها، از همه راهی سالم که مثال گیریم مبادا خطا نکنیم گفته ساده شیخ، زیرا که هر مفسرها هر گپ زدگی هستن. شیخ میفرماید که از همه سالمتر و تینجتر فیها درباره الحروف المقطعه بهترش چه؟ از سکوت کردن است. از چی؟ از دخالت کردن. تعرض گفته، دخالت کردن میگه. یعنی نسبت معناهای این حرفا بهترش چیکار کردن در کار است؟ سکوت کردن در کار است از دخالت کردن. یعنی دخالت نمی کنیم در چی؟ لمعناها، در معنای این حرفا. من غیر مستند شرعی. برای چی دخالت نمی کنیم؟ به دلیل شرعی. یعنی در شریعت یگان دلیل نآمده است که الف این معنا داشته باشد، لام دیگر معنا داشته باشد، میم یگان معنای دیگر داشته باشد. فهمیدید؟ مستند شرعی نیست. به خاطر دلیل شرعی مستند گفته نه تکیهگاه دلیل شرعی نبودنش به چیکار میکنیم؟ الاسلم فیها السکوت عن التعرض. یعنی از همه راه سالم آن است که سکوت کردن از دخالت کردن نسبت معنیهای و که معناهای الحروف المقطعه من غیر مستند شرعی، به خاطر یگان دلیل شرعی نبودن. مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا. ولی در برابری با قطعی اعتقاد کردن، یعنی در برابری یعنی که گرچنده که ما به معناهای این حرفا دخالت نکنیم که نمیدانیم یگان دلیل شرعی که نداریم دخالت نمیکنیم، لیکن باوری کامل داریم که یا که در برابری باوری کامل که الله سبحانه و تعالی این حرفا را بیهوده نازل نکرده است. یعنی اون معنا ندارد که اینها را ما معناش نمیدونیم از نگاه شریعت،
اینا یگون فایده هم ندارن. نه، فهمیدید؟ الله سبحانه و تعالی اینها را لم ینزل یا که لم ینزل ها عبثا، اینها را همچون بیهوده بیکار نازل نکرده است، بل لحکمت لا نعلمها، بلکه اینها را نازل کرده است برای یگان حکمت، یگان فایده است که ما نمیدانیم. فهمیدید؟ به ندانستن ما اون معنا ندارد که اینها یگان چی ندارن، یگان حکمت نداشته باشن. فهمه ان شاء الله. و قوله، خیلی که الله تعالی میفرماید ذلك الكتاب لا ریب فیه، این کتاب در وی یگان شک و شبهه نیست. ذلك الكتاب أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة، یعنی این کتاب بزرگ که و در حقیقت کتاب حقیقی است، یعنی این نوشته حقیقی است، کتاب حقیقی است. المشتمل على ما لم تشتمل عليه کتب المتقدمین، این کتاب بزرگ در برگیرنده است چیزهایی را که کتابهای پیشینه یا که کتابهای پیشینه در بر گرفتگی نیستند. یعنی این کتابی که ما امروز در دست داریم، گفته ساده شیخ در تفسیر، چنان کتابی است که المشتمل، شامل است، در برگیرنده است. ممکن بعضی احکامی بود که در تورات در زبور نبود، یا که در انجیل بود در تورات و زبور نبود. فهمیدید؟ اما هر چی در این کتاب آمده است حتی در وی کتاب ها نیست. تمام احکام الهی که مثال گیریم، تمام چیزی که برای سعادتمندی بشریت بود در کتاب های پیشینه، وی ها البته یک نقصان داره بودن، نقصان از جهت کلام الله نه. فهمیدید؟ برای حیاتی سعادتمندی دنیا آخرت کامل و پره نبود. دینی کامل، شریعتی کامل، قانونی کامل همشه فرا گرفتگی این کتاب است که بعد از این کتاب یگان کتاب مثال گیریم نازل نمی شوند. و این کتاب است که ما و شما را احتیاج به دیگر قانونهای وضعی و دیگر یعنی که نظام و استرکتوره ها محتاج نمیگردند. چخیلی که الله تعالی گفت که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز شما دینتون رو مکمل کردیم، تمام نعمتهای خود را به شما به پرگی بخشیدیم و نام شما را همچون نام دین شما را همچون اسلام نامگذاری کردم، پسندیدم که شما دیگه یگان نظام و یگان آیین احتیاج نداره. مثلا این کتاب چی دارد که دیگر کتاب های پیشینه ندارد؟ من العلم العظیم، این علم بزرگ دارد. این معنی بیان است. از علم بزرگ هم گفتم میتوانیم، یعنی علم بزرگ دارد. والحق المبین، این حق هویدا دارد. اگر حقیقت در کتاب‌های پیشینه به طریق آسانی برایشان حقیقت روشن نمیگردید، ولی در این کتاب باید که حق مبین یعنی حق آشکارا برایشان باشد. فهو انا همین کتاب لا ریب فیه، در وی یگان شک و شبهه نیست. ولا شک بوجه من الوجوه، به یگان راه، فهمید؟ به یگان راه یگان شک و شبهه ندارد. اکنون قاعده رو میفرماید که و نفی الریب عنه یستلزم ضده، نگاه کنید، و انکار کردن شک از کتاب لازم میگرداند ضد آن را. انکار کردن شک از کتاب مستلزمی ضد او می باشد. یعنی الله سبحانه و تعالی در اینجا شک ندارد گفته شده است، مادامی که شک نداشته باشد ضد شک چی می شود؟ یقین. اما خیلی است معلوم می شده است که این یقین دارد. همین در کجا که یک مثال گیریم این جنده همچون یعنی نفی محض نیست، یعنی همچون انکاره، چون که بعضی چیزی انکار است که در زبان عربی همچون انکار خالی باشد دیگر و یعنی نقصاندار می شود. اگر یک انکار باشد که وی مستلزمی ضد وی باشد دیگر، این برای وی چی قوت میده، یک مدح میده، این یک تعریف می شود. مثلا ضد الریب و الشک الیقین، چون که ضد شک و شبهه چی می باشد؟ یقین است. فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين، معناش دیش میشه، یعنی این کتاب در برگیرنده است علم یقین را، المزیل للشک و الریب،
این یقین یا که گوییم این علم یقین تمام شک و شبهه را دور کننده است. ازال یزیل و مزیل اسمی فاعل است، دور کننده است تمام شک و شبهه را. و هذه قاعده مفیده، این قاعده خیلی هم مفید است. این قاعده ها را شیخ سعدی خیلی هم بسیار در کتاب ها ذکر میکنه. ان النفی المقصود به المدح، یعنی این قاعده از چه عبارت بوده است؟ یعنی این کاری که قصد به او مدح را کرده شده است. یعنی مقصد از این انکار چی بوده است؟ الله تعالی این کتاب مدح کرده است، تعریف کرده است. لابد ان یکون متضمنا لضد، کدام نفی که مقصد از آن مدح باشد حتمی است که در برگیرنده باشد ضدش را. فهمیدید؟ حتمی هست که ضدش هم در بر گرفته باشد. مادامی که الله تعالی گفته است که لا ریب فیه، در وی یگون شک و شبهه نیست گفته ایستاده باشد، خب مادامی که شک و شبهه نداشتگی باشد و چی دارد؟ چی دارد؟ یقین دارد. بارک الله فیکم. و هو الکمال، این چی میگوین؟ کمال میگوین. اینه میگون پررگی میگوین، بی نقصان. لان النفی عدم، چون که اساسا انکار این نیستیه، یک چیز انکار کرده یعنی نیست گفتگی. والعدم المحض لا مدح فیه، هم یک یعنی که نیستی محض هم صرف فقط نیسته، در وی شک نیست گفتن که لا مدح فیه، در وی یگون مدح نمیشود. بنابراین در اینجا مراد از انکار چی اومده ایستاده است؟ مراد از انکار کردن نفی مستلزمی ضدش شده ایستاده است. میفرماید فلما اشتمل على اليقين وكانت الهدايه لا تحصل الا باليقين، وقتی که این کتاب مشتمل بر یقین باشد هدایت هم به یقین نمیشود. نگاه کنید چی گفته؟ فلما اشتمل على اليقين، مادامی که این کتاب شامل یقین باشد، در وی یگون شک و شبهه نباشد، و كانت الهدايه لا تحصل الا باليقين، همه میداند که هدایت به دست آوردن نمیشود مگر به چی؟ به یقین. مثلا یک از شما رو دلالت میکند که همون راهی که شما کافته ایستادید به فلان شهر رفته ایستادید همین راه هست. اکنون شما در همین راه شکدار باشه دیگر آیا به مقصد رفته رسیده میتونه؟ نمیتونه. برای خاطر اینکه شما به همین راه به فلان شهری که شما نیت دارید قصد دارید رفته رسیدن، تو باید که شما نسبت همین راه چی داشتنتون در کار؟ یقین داشتنتون در کار است. بنابراین شیخ میفرماید که فلما اشتمل على اليقين وكانت الهدايه لا تحصل الا باليقين، وقتی که این کتاب مشتمل یقین باشد دانسته شود باید که هدایت رو نیز به دست آورده نمی شود الا بالیقین، مگر با یقین. الله سبحانه و تعالی میفرماید هدى للمتقین، این کتابی که در وی یگان شک و شبهه نیست او دارای یقین است، راهنما است برای تقوادارها. والهدى ما تحصل به الهدایه من الضلاله والشبه. هدى چیست؟ هدن یا که هدا آن چی را میگون که به طفیل وی از ضلالت و از شبهه ها انسان رهایی مییابد. فهمیدید معنای هدا چی میشه؟ یعنی هدا آن چیزی بوده است که به طفیل همون چیز هدایت را به دست آورده میشود، انسان راهیاب میشود از چی؟ از گمراهی و از شبهه ها. و ما به الهدایه الى سلوک الطرق النافعه، و همون چیزی که به طفیل وی هدایت مییابد انسان به رفتن راه منفعتناک. یعنی این کسی کدام انسان خواهد که یعنی که الطرق النافعه براهای نفعدار فایده دار سلوک کند، یعنی رود، باید که چیکار کند؟ قرآن برای خود دستور گیرد، قرآن برای خود همچون راهنما گیرد. هدى وحذف المعمول فلم يقل هدى للمصلحه الفلانیه. اگر اهمیت دادگی باشه میگوید که هدن در اینجا معمول را حذف کرده شده است، راهنما به چیز است نگفت که. نگاه کنید معمول هدن چیه؟ الله سبحانه و تعالی در دوام هدن نگفت. مثال گیریم راهنما است، یعنی راهنشون میتید به چیز؟ به جنت، به نماز، به طاعت، به عبادت، به حلال، به حرام نگفت. اما خلاص هدن
این راهنما است برای تقوادارها. خب تقوادارها رو چی راهنمایی میکند؟ نگفت که خیلی است برای میگوید که حذف المعمول، معمول در اینجا حذف شده است. فلم یقل هدى للمصلحه الفلانیه، مثلا الله تعالی نگفت که این کتاب برای تقوادارها نشون میدهد یا که راهنما است به فلان فایده. مثلا نماز فایده های هم خیلی است، نگفت راهنمایی میکند تقوادارها را به نماز، نگفت. ولا لشیء الفلانی، یا که به یگان چیزی دیگر نگفت. برای چی؟ لإرادة العموم، به مقصد چی؟ یعنی به خاطر عموم شده، نه فقط یعنی برای نماز، به تمام چیزی که باعث سعادتمندی یعنی که انسان است در دنیا آخرت است، عموم ذکر کرده شده. هر چیزی که شما میخواهید که فهمید، قرآن چه هادی است، راهنما است. به یک چیزی مشخص نیست، فهمیدید؟ یعنی معمول هدن حذف شدنش برای افاده چی بوده است؟ عموم. همه چیزی که انسان حاجت به یعنی که یا که محتاج به همون دارد، این قرآن نشونش میده. و انه هدى لجمیع مصالح الدارین، این کتاب راهنما است به تمام فایده های دنیا آخرت. فایده دنیا در کارت است، البته مراجعت به قرآن کن. فایده آخرت به تو در کار است، به قرآن مراجعت کن. فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، این قرآن مرشد است، راهنما است برای بندگان در تمام مسئله هایی که وای مسئله های اصلی باشند یا که فرعی. مثال گیریم مسئله های اصلی یعنی توحید، فرعی باشد دیگه طاعت و عبادت هایی که فرعی. و مبین للحق من الباطل، قرآن روشنی اندازنده حق است، یعنی حق روشنی می اندازد از چی؟ از باطل. شما با توفیل قرآن حق از باطل جدا کرده میگیرید. و صحیح من الضعیف، صحیح را از ضعیف با توفیل قرآن جدا کرده میشد. و مبین لهم کیف یسلکون الطرق النافعه، قرآن روشنی می اندازد برای بندگان چگونه ایشان به راههای منفعتناک چیکار کنند، اقدام زنند، راه روند. لهم فی دنیاهم و اخراهم، برای خودشان، یعنی این نفع این راههای فایده آور برایشان، هم در دنیاشون و هم در آخرتشون. و قال فی موضع آخر، در دیگر جا الله سبحانه و تعالی می فرماید در دیگر مرجع قرآن میگوید که هدى للناس، هم خیلی است، این قرآن راهنما است، هدایت کننده است برای مردم. فعمم، در اینجا عموم آمده است، هم خیلی است، یعنی برای همه مردم گفت. و فی هذا الموضع و غیره، اما در اینجا باشد، در سوره بقره باشد و با در غیر از این در دیگر جا هم آمده است، گفته است که هدى للمتقین، یعنی در دیگر جا هدى للناس آمده است، اما در این سوره باشد گفته است که هدى للمتقین. زیرا اینکه اگر هدى للناس میگفت و سکوت میکرد، در اینجا نمیفهمون و میگن که برای چی به همه مردم راهنمایی راهیاب نمیشود؟ برای چی همه مردم یعنی قرآن خوانده راهیاب نشده ایستادن؟ انا اینجا قید کرده است که و همه مردم نه، اینجا قید میکنن هدى للمتقین، برای خاطر اینکه قرآن برای تو راه نشونتی شود، باید که تو این وظیفه را به خود گیری یا که این صفت در خود داشتگی باشی. چی باشیدن در کاره؟ تقوادار. لانه فی نفسه هدى لجمیع الناس، واقعا قرآن در نفس خود یعنی در درون خود راهنما برای جمیع مردم هست. فالاشقیاء لم يرفعوا به راسا، اما اون کسانی بدبخت، هم خیلی اشقیا بدبخت ها که نسبت قرآن سر خود را بالا نکردن، یعنی قرآن و یا را فریاد کرده سر نبرداشتن، فهمیدید؟ لم يقبلوا هدى الله، اینا هدایت الله را قبول نکردن. فقامت عليهم به الحجه، برای خاطر همین است که با مقابل بدبخت ها چی شدگی است؟ حجت قائم شدگی است. یعنی با مقابل این بدبخت ها حجت آمدگی است، حجت برپا شدگی است. برای چی؟ آخه سرشون خودشون نبرداشتن. وقتی که قرآن فریاد کرد به خاطر اینکه تو یعنی که فایده میبردی از هدایت قرآن، سرت میبرداشتی، تو خودت سرت نبرداشتی. که ما گفتیم که قال الله و گفت که قال فلان،
ما گفتیم قال رسول الله و گفت قال فلان، و بعد قال فلان قطعی البته تو سربرداشتگی نیستی. ولم ينتفعوا به لشقائهم، به خاطر بدبخت بودنشون از قرآن بهره بر نشدن، فایده نبردن با قرآن. برای چی فایده نبردن؟ لشقائهم، شقا یعنی بدبختیشون از جهتی چی بود؟ در بالا ذکر کرده لم يرفعوا به رأسا، سرشون نبرداشتن، سرشون بالا نکردن، نبرداشتن. اما المتقون و اما المتقون الذين اتوا بالسبب الاكبر، نگاه کنید، اما تقوادارها کسانی که سبب بزرگ را به جا آوردن، لحصول الفائده، برای خاطر یعنی که به دست آوردن فایده. خب اینا چی سببی کلان به جا آوردن که اینا از هدایت قرآن فایده بر شدن؟ چی دارن این انسان ها متقین ها؟ کدام میگود سببی اکبر، سببی بزرگ به جا آوردن که اینها راهیاب شدن و دیگرها نشدن؟ و میگود که و هو التقوا، اینا تقوا، اینا به خودشون تقوا را سبب کلان تشکیل کردن. التقوا التي حقیقتها اتخاذ ما یقی سخط الله و عذابه، یعنی اینها تقوا را به جا آوردن، تقوایی که از روی حقیقت گیریم. مراد از تقوا چیست؟ اتخاذ ما یقی سخط الله و عذابه، گرفتن آن چیز را که همون چیز از غضب الله و از عذاب الله نگه می‌دارد. فهمیدید؟ خب اکنون کدام چیز هست که ما اگر همون گیریم از عذاب الله و از غضب الله ما چی میشویم؟ خود ما را نگه می‌داریم. بامتثال اوامره و اجتناب نواهیه. معنی تقوا چی بوده است؟ به جا آوردن امرهای پروردگار و یک جانبی شدن، یکسو شدن از منکرده های الله. فاهتدوا به، و طفیل همین کار انجام دادنشون ایشان تقوادار شدن و فاهتدوا به، به قرآن راهیاب شدن. و انتفعوا غایت الانتفاع، ایشان فایده بردن غایت الانتفاع، یعنی خیلی هم چه فایده بزرگ. قال الله تعالی، الله تعالی فرمود یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. نگاه کنید، انسان هایی هستن که فرق بین حلال و حرام نمیروند. انسان هایی هستن که فرق بین حلال و حرام نمیروند. همین خلاص. اکنون نگاه کنید، برای چی فرق بین حلال و حرام نمیروند؟ بین سنت و بدعت نمیروند، بین شرک و گویم یا که گویم توحید نمیروند، فرق کردن نمیتوانند، تقوا ندارند. الله سبحانه و تعالی میفرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده، ان تتقوا الله، اگر شما از الله تقوا کنید، یجعل لكم فرقانا، بعد از آن الله تعالی برای شما فرقان عطا میبخشد. یعنی فرق بین حق و باطل، فرق بین سنت و بدعت، فرق بین توحید و شرک و هكذا. فالمتقون هم المنتفعون بالآیات القرآنیه والآیات الکونیه. تقوادارها هستند که خود اینها فایده بر و آیات، یعنی معجزه های قرآنی و معجزه های دنیایی. فهمیده؟ یعنی قرآن میخوانن فایده میبرن، دنیا رو میبینن، معجزه ها را، آفرینش، یعنی که اینجا مخلوق ها رو میبینن، شمس و قمر و زمین و آسمان و کوه و دشت و بیابان، اینها رو دیده چیکار میکنن؟ فایده میبرن، زیرا که میدونن که اینها یک آفرنده دارن. ولأن الهدایه نوعان، چون که هدایت دو خیل میشود. هدایت چه خیل میشود؟ این جاهای اساسش باید که خط کشیده از بر کردن در کار است، چون که تفسیر سعدی خواندن مجبورید که چیکار کنید؟ بعضی نقطه های مهم قید کنید. هدایت دو خیل میشود، هدایت البیان و هدایت التوفیق. یعنی هدایت است که یک قسم میفهمونی بیان میکنی، با یا هدایت هست که توفیق، این هدایت توفیق میگه. فالمتقون حصلت لهم الهدایه، تقوادارها برایشان هر دو هدایت چی شدگی است؟ روی دادگی است. یعنی اینها هر دو نمودی هدایت به دست آوردگی هستند. و غیرهم، دیگرها باشند چی؟ لم تحصل لهم هدایت التوفیق، برای اینها اگر هدایت بیان یعنی که روی دادگی باشد هم که، ولی هدایت توفیق روی دادگی نیست، و یا هدایت
توفیق به دست آوردگی نیستن، زیرا که هدایت توفیق فقط در دستی که در دست الله حق سبحانه و تعالی است. و هدایت البیان بدون توفیق للعمل بها لیست هدایتا حقیقیه تامه. اون هدایت بیانی که بی توفیق باشد برای عمل کردن به همین هدایت، این هدایت حقیقی پر نمیگویند. بنابراین بسیار کسا هستن از یهود و نصرانی ها، از خود مسلمان ها، یعنی که چیکار میکنن؟ هدایت به اونها رسیدگی است، والله ها فهمیدگی است، اهل علم شیخ ها گفتگی است، این حلال است و حرام است، این سنت است، این بدعت است، این توحید است، این شرک است گفتگن، ولی از بس که توفیق که ندارن اینها را گفته نمیشد که اینها به دست آوردگی هستند هر دو نوعی هدایت را. ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى لذلك. بعد از آن الله سبحانه و تعالی در دوام آیت وصف میکند تقوادارها را. تقوادارها چی وصف دارند؟ صفتشون از چی عبارت میباشد؟ یعنی وصف ویها با عقیده، یعنی ویها عقیده دار هستند و عملهای باطنی دارند و عملهای ظاهری دارند. تقوادارها را میبینید میگوید ویها این صفتها را دارند. صفتهای چی؟ عقیده دارند و یا عملی ظاهری دارند، عملی باطنی دارند. برای چی؟ لتضمن التقوى لذلك، زیرا اینکه تقوا همین در بر میگیرد. تقوا همین در بر میره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیلی که از ابو هریره روایت میکنند که و اشار الی قلبه، هم خیلی است تقوا ها هنا، التقوا ها هنا گفت، تقوا در همین جای گفته و سینه‌اش یعنی به دلش اشاره کرد. و میفرماد الله سبحانه و تعالی الذين يؤمنون بالغیب، تقوادارها کسانی میباشند که ایمان به غیب دارند. حقیقت الایمان هو التصدیق التام بما اخبرت به الرسل. حقیقت ایمان یا که بگیم ایمان حقیقی، این باوری تام است، باوری پر است نسبتی هر چیزی که رسول ها خبر دادند. المتضمن لانقياد الجوارح، خب تصدیق تام در بر میگیرد چی؟ انقیاد الجوارح یعنی عمل کردن تمام عضوها. یعنی یک انسان گوید که من باوری دارم به الله گوید ولی پروا نکند به نماز و روزه و حج و زکات، اینا تصدیق تام نمیگویند. زیرا برای خاطر تصدیق تام به دست آوردن انسان باید که اول باور کند به خبرهای آورده رسولان و چیکار کند؟ باید عضوهای او چیکار کنند؟ در عمل باشد. وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، یعنی این اعتبار ندارد ایمان آوردن یا که در اون ایمانی که وی به چیزهایی که ویها را حسی مشاهده کرده میشه، به چشمت میبینی، فهمیده؟ به چشمت میبینی با باور میکنی، یا که به دستت میرسی با باور میکنی، اینها یعنی که شأن این نیست، یعنی این وظیفه کانون بازی نمیکنه. فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، اگر فقط هر یک کس به چشمش میدید و با باور میکرد، در اون حین یعنی که مسلمان از کافر جدا نمیشد، یا که مسلمان از کافر جدا فرق کردن نمیشد. هر یک کس من دیدم انا که باور کردم. مثلا عذاب قبر نمیبینیم، منو شما هم خیلی سعی چیزهای غیبه. انما الشأن في الإيمان بالغیب، یعنی اعتبار یا که شأن در ایمان چی بوده است؟ یعنی ایمان آوردن به غیب. الذي لم نره، غیبا ندیدیم، ولم نشاهده، او را مشاهده کردن نمیتوانیم، و انما نؤمن به، ما به غیب ایمان داریم. برای چی؟ از چی خیلی ما باور میکنیم به غیب؟ لخبر الله و خبر رسوله صلی الله علیه و علی آله و سلم، به خاطر خبر دادن الله و خبر دادن رسولش محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم. بنابراین کسانی که میگن ما به عذاب قبر باور نداریم، به جنت باور نداریم، ما میدونیم الله هست لیکن مثال گیریم ندیدیم، همینا واقعا هستن نیستن، میگن مشکلی این کسا در چیه؟ مشکلیشون در یعنی که در همون ایمانی به الله و ایمانی به پیغمبر. اگر واقعا اینا ایمانی به الله و ایمانی به پیغمبر می داشتن، گفتی الله و گفتی پیغمبر باور میکردن. الله از غیب خبر دادگی است، پیغمبر از غیب خبر دادگی است،
هم خلاص همچون مبلغ. فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر، این همان ایمان است که به طفیل چنین نوع ایمان مسلمان از کافر جدا کرده می شود. یمیزو این فعل مضارع هست، المسلمون نائب فاعل. چرا؟ لأنه تصدیق مجرد لله و رسوله، زیرا اینکه این چی میگن؟ اینا باوری صرف میگن برای الله و باوری صرف به رسولانش. فالمؤمن يؤمن بكل ما اخبر الله به، مؤمن ایمان می آورد به تمام چیزهایی که الله تعالی خبر داده است. او اخبر به رسوله صلی الله علیه و سلم، مؤمن ایمان می آورد کل چیزی را که پیغمبر او صلی الله علیه و آله و سلم خبر داده است. سواء شاهده، فرق نداره خواه همون چیزی که الله خبر داده است یا که پیغمبر او خبر داده است این مشاهده کرده است او را، او لم یشاهده، یا که او را مشاهده نکرده یا که ندیده است به چشمش. و سواء فهمه و عقله او لم یهتدی الیه عقله و فهمه، فرق ندارد مؤمن ایمان می‌آورد به خبری الله دادگی، به خبری پیغمبر دادگی، فرق ندارد خواه این خبر این فهمیدگی است، هم خلاصه فهمه و یعنی عقلش گرفته او را، یا که مثال گیریم عقل او و فهم او به این نمیرسد، من هیچ نمیفهمم میگود. من مثال گیریم انسان میگود که بعضی کسان میگن که من چه خیلی عقلم میگیره که در میگن که این فرشته ها در قبر میپرسنش، هم خلاص در قبر میپرسن، ما قبر مشاهده میکنیم یا کشاده میبینیم، هیچ یگون حالت دیگرگون نشده است، همون چه خیلی که خوابونده باشه همه خیلی خواب رفتگی است گفته همه خیلی میکنن، چون که عقل انسان درک نمیکند که بعضی چیزا را، هم خلاص. بنابراین مؤمن واقعی الله خبر دادگی باشد باید که او باور کند، خواه یعنی که او را فهمد، خواه یعنی که فهم او یا که عقل او به او نرسد. بخلاف الزنادقه والمكذبين بالامور الغیبیه، برعکس زندقها ظاهرا خودشون مسلمان میگن لیکن در قلب باطنا و یا کافرن، کسانی که به امور غیب باور ندارن اینا مخالفین هستند. لأن عقول، چرا اینها مخالف هستند؟ زندقها دروغگوها نسبت غیب اینها برای چی؟ اینا عکس هستند. لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتدي إليها، چون که عقلی کوتاه بین اونها به امور غیب چی راهیاب نیستند. یعنی ما عقلمون نمیگیره. میگن دلیلشون چیه؟ میگه که چرا تو باور نمیکنی؟ میگه که من هیچ عقلم نمیگیره، فهمیدید؟ هیچ یعنی که در فکرم درست نمی آید. میگن فکذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، دیدید؟ بنابراین وایها چیکار کردن؟ باور نکردن چیزی که علمشون نمیگیرد، علمشون احاطه نکرده، علمشون نمیرسه. فسدت عقولهم، بس در نتیجه عقل وایها ویرون شد. و مرجت احلامهم، یا که ارزو یا که اینم به معنای عقل است، عقل وایها آمیخته شده است. عقل وایها آمیخته شده است، خصوصا اگر کلام سال باشد عقل او به نظام دموکراتی آلوده شدگی است، به نظام کمونیستی آلوده شدگی، به دیگه عقیده های منحرف آلوده شدگی هست. بنابراین ویا عقلشون ویران شدگی. و زکت عقول المؤمنین المصدقین المهتدین، و در نتیجه پاکیزه شده است عقل مؤمن هایی که وایها باور کننده اند، مهتدین راهیاب هستند، به خود الله، با هدایت و با نشانداد الله حق سبحانه و تعالی. و نیز شیخ می فرماید ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة، و در ایمانی به غیب داخل می شود نیز ایمان آوردن به کلی چیزی که الله خبر داده است، خواه غیبی گذشته باشد خواه غیبی آینده. غیبی گذشته معلوم است که یعنی که کارهایی که شده درباره امتان پیشینه گفته است، ما کتاب نداریم، تاریخ نداریم، لیکن الله تعالی در قرآن خبر داد. برای مثال میگیم و تاریخ، یعنی این غیب های گذشته رو میگیم. یا که مثال گیریم آینده همین خیل می شود، همین خیل می شود. و احوال الاخره، خصوصا حال و احوال آخرت الله تعالی خبر دادگی است. و حقایق و اوصاف الله و کیفیتها، یا که مثال گیریم
حقیقت وصف و صفات های الله سبحانه و تعالی و کیفیت ویها رو ما نمیدونیم که صفات های الله سبحانه و تعالی کیفیتشون به ما معلوم نیست، ولی ویا اون معنا نداره که کیفیت ندارن. مثال گیریم الله تعالی استوا علی العرش، بالای عرش برآمد، اون معنا نداره که مثال گیریم اکن ما کیفیتش نمیدونیم اما و کیفیت ندارد. نه، کیفیت دارد، فقط کیفیت او به الله معلوم است و بس. و ما اخبرت به الرسل من ذلك، و آن چیزهایی که با پیغمبرها نسبت این خبر دادگی هستند. فیؤمنون بصفات الله و وجودها، مؤمن ها ایمان می آورند به صفات های الله و به وجود این یعنی این صفات های الله، و یتیقنونها و یقین باور میکنه، یک شک و شبهه نداره نسبت صفات های الله. و ان لم یفهموا کیفیتها، گرچنده که مؤمن ها کیفیت این صفات ها را نفهمند. ثم قال، بعد از آن الله تعالی فرمود و یقیم الصلاه، تقوادارها را دیگر صفتشون از چه عبارت است؟ نماز را قائم می‌دارند، برپا می‌دارند. لم یقل یفعلون الصلاه، نماز میکنن نگفت الله تعالی. او یأتون الصلاه، نماز میگذارن نگفت. چرا؟ لانه لا یکفی فیها مجرد الاتیان بصورتها الظاهره، چون که این نماز همچون به صورت، فقط به صورت بیرونی، فهمیدید؟ فقط به صورت بیرونی ادا کردن نماز این کفایت نمی کند که میبینید که رکوع کرده، میبینید سجود کرده، اما یعنی ظاهرا خیلی که رسوم پالوژنا کرده شده است. این لا یکفی میگه شیخ. فاقامت الصلاه، نماز برپای داشتن معناش این خیلی بوده است که اقامتها ظاهرا، یعنی نماز برپا به جا آوردن ظاهرا به چی میشه؟ به اتمام ارکانها، با پر انجام دادن رکنهای نماز، که نماز چند رکن دارد؟ چند رکن دارد؟ احسن، بله. و واجبات نماز، واجبات چند تا؟ 8 تا. واجبات نماز چقدر برادر امید؟ واجبات نماز برادر امید، یعنی باشم تو گو واجبات نماز چنده؟ چند نماز چند واجبه؟ واجبات نماز او 6 تا با همون نمیدونم گفتن خوبتر است. البته پگه میپرسم واجبات نماز یک تا میپرسم پگه اعظمتون نخون واجبات نماز 6 تا و شروطها و شرطهای نماز، این چیزایی یعنی نماز برپا داشتن از جهت ظاهری باید که رکنهای نماز به پر انجام داده شود، واجبات نماز به پر ندونیم شو از جا به جاش میبریم. بارک الله فیکم. شرطهای نماز و اقامتها باطنا، و باطنا هم باید که انسان نماز چیکار کند؟ به جا بیارد. چخیل میشه؟ بی اقامت روحها، یعنی روح نماز باید که به جا بیارد. روح نماز و هو حضور القلب فيها، یعنی قلبت در نماز حضور کردن. قلب تو مثلا در صحرا و در چول و در بیابان و در این شهر و در اون شهر و در این مملکت در اون مملکت باید نباشد. و تدبر ما یقوله، اندیشه کردن، فکر کردن، ملاحظه کردن چی را که در نماز میگویند، و یفعله منها، و از نماز آن چیزهایی که با میکنند. زیرا که نماز چیزی دارد که میگویی، چیزی دارد که میکنی. فهمیدید؟ اینها را درک میکنی. فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها، انا من نمازی که مثال گیریم اقامتها ظاهرا و اقامتها باطنا، این همان نمازی است که الله سبحانه و تعالی در شأن چنین نماز می‌فرماید که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، هر این نماز است که از کارهای فاحشه، از کارهای ناجوی باز می‌دارد، از غیبت و از زنا و دزدی و دیگر کارهای بد و ناجوی نگه می‌داشتگی. نماز همین خیل نماز است. فهمیدید؟ و هی التي يترتب عليها الثواب. نگاه کنید، این همان نماز است که به همان نماز ثواب روی می‌دهد. یعنی از چنین نماز یعنی که ثواب برمی آید. فلا ثواب للعبد من صلاته، یعنی بنده
از نمازش یگون ثواب به دست آوردن نمیتواند الا ما عقل منها، مگر همون نمازی که از همون نماز یگون چیز فهمد. و يدخل في الصلاه فرائضها و نوافلها، در نماز داخل میشود خواه نمازهای فرضی باشد و خواه نمازهای نفلی باشد. خواه تو نماز اون معنا نداره که نماز فرض آرام خوانی، سنت سراسیمه خوانی، نفلار سراسیمه خوانی. نه. بارک الله فیکم. از الله سبحانه و تعالی مسئله داریم که او شما را توفیق بخشد و گزاریدن نماز و تمام طلباتش. و مما رزقناهم ينفقون. ثم قال، بعد از آن الله سبحانه و تعالی میفرماید و دیگری از صفاتهای متقین ها از آن عبارت است که از چیزی که ما به ایشان روزی بخشیدیم ایشان صرف میکنن، خرج میکنن. يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الزوجات والأقارب. یعنی در این داخل می شود نفقه های واجبی، چون بعضی نفقه هست که چی می شود؟ یا نفقه واجبش می با مانند زکات دادن، شخص دارامند باشد، یا که نفقه به زنها، کسی که عائله دار باشد، و الاقارب، و نفقه به خویشاوندان، اینو واجب است. و الممالک، و تمامی کسانی که در زیر دست تو می باشند، اینها را خوراندن، پوشاندن، تامین کردن چی می باشد؟ از در نفقه های واجب داخل می شود. و نحو ذلک، و مانند اینها دیگر چیزا. و النفقات المستحبه بجمیع طرق الخیر، و همچنین داخل می شود چه نفقه های مستحب، یعنی که اختیاری، با جمیع راه های خیر، کدام راه خیری که نباشد. ولم یذکر المنفق علیهم، الله سبحانه و تعالی چرا نفقه دادن در کاره، یا که به کیها دادن در کاره است؟ المنفق علیه یعنی به کسانی که نفقه داده می شود کو، و یا الله تعالی ذکر نکرد. برای چی؟ برای چی الله تعالی نگفت که و مما رزقناهم ينفقون؟ مثال گیریم لزوجاتهم نگفت، لاقاربهم نگفت، هم خلاصه لممالکهم نگفت. یعنی در کجا داده؟ کره نفقه دادن در کاره و یا الله سبحانه و تعالی ذکر نکرد. برای چی؟ لکثرت اسبابه و تنوع اهله، برای خاطر بسیار بودن سببهاش و بسیار و گوناگون بودن اهل. یعنی که اهلی که یعنی خورنده ها گویم پوشنده ها بسیار هستند، نه فقط زن ها، فرزند ها هم داخل میشن، نه فقط زن و فرزند، خویشتبار هم داخل میشود، هم خلاصه دیگه مسکین و کم بغل و دیگه چه، یعنی برای خاطر گوناگون و بسیار بودن اهل نفقه. ولأن النفقه من حيث هي قربة الى الله، و زیرا اینکه نفقه از جهت آن که این یک قربت است به الله، یعنی نفقه اینم یکی از وسیله های به الله نزدیک شدن است. و اتا بمن، در سری همین نفقه چیز آورد من، و مما گفت هم خلاصه الدالة على التبعیض، اینم منی چی میگن؟ تبعیض میگن. یعنی تمام چیز دادیم شون، مثال گیریم 100 سوم شون دادیم، همون 100 سوم دیان، 1000 سوم شون دادیم و همون 1000 سوم تیاد، نگفت الله سبحانه و تعالی. یعنی انسان وقتی که به دست او یعنی که مالهای بسیار می‌دارد، معنا نداره که همون چقدر که در آمد همه قبول آید. فهمیدید؟ برای خاطر همین الله سبحانه و تعالی در اینجا من را ذکر کرد که این من تبعیض است. برای چی؟ لینبههم انه لم یرد منهم الا جزءا یسیرا من اموالهم، یعنی این تنبیه کرده شده بندگان خود را که از ایشان درخواست نمی کند الله تعالی مگر اندکی را از مالشان. مما رزق، چقدر که می توانید، من فقط غیر ضار لهم ولا مثقل، به اونها ضرر نشود گفته، وزنی نه افتد گفته. اگر الله سبحانه و تعالی می گفت که من چقدر که همین روز برای شما، یعنی کدام روز برای شما همه چقدر که پیسه دادم، همون پیسه رو باید که در خانه‌تون نمونه، میگم مشکل میغلطید، وزن میشد همه خیلی. بل ينتفعونهم بانفاقه وينتفع به اخوانهم، بلکه خودشون هم به سبب نفقه دادن این مال فایده میبرند و به همون مال برادرهاشون نیز فایده میبرند. و فی قوله رزقناهم، الله سبحانه و تعالی قولش میفرماید که روزی دادیم به اونها، اشاره الی ان هذه الاموال التي بين ايديكم ليست حاصله بقوتكم و ملككم. از چیزی که ما به ایشان روزی دادیم، این اشاره کرده استاده است به چی؟ به همین مالها، همین مالهایی که بین ایدیکم، شما در پیش دست خود داره یا که در پیش خود داره.
یعنی این مالهایی که شما در دست خود دارید لیست حاصلتا، اینها به قوت شما به ملک شما روی دادگی نیستن، به دست آورده شدگی نیستن که بگید که من کار کردم، من محنت کردم، من اینا همش قوت و حرکت های من هستن. و انما هی رزق الله، اینا رزق روزی الله هستن. الذي خولکم، چنان روزی می باشند که الله سبحانه و تعالی یعنی اینها را حقشون به شما داده است. خولکم یعنی حق بیاره باش، یا که شما را حق داده است. و انعم به علیکم، اینها را به شما ارزانی بخشیده است. فکما انعم علیکم و فضلکم علی کثیر من عباده، بس چنانه که الله سبحانه و تعالی بالای شما نعمتاش ارزانی بخشیده است و با بسیاری از بندگان یعنی دیگه بنده هاش دیده با شما برتری دادگی است. شما را مسلمان آفرید، شما را اهل سنت، اهل توحید، طالب علم آفرید، هم خیل کرد. فشکروه، باید که چیکار کنید؟ شکر و سپاسگزاری کنید الله را به اخراج بعد ما انعم به علیکم، اقلا به برآوردن بعضی همون چیزهایی را که به شما نعمت بخشید. و واسو اخوانکم معدومین، و همدردی کنید به برادرانتون که ویها نادارا هستند. این برادرای شما که ویها ندارن، به ویها چیکار کنید؟ واسو، همدردی کنید، دستی مدد دراز کنید. و کثیرا ما یجمع تعالی بین الصلاة و الزکاة فی القرآن، در قرآن در بسیار جاها الله سبحانه و تعالی بین نماز و زکات یک جایه کرده ذکر میکند. فهمیده؟ در بسیار جاهای قرآن الله سبحانه و تعالی چیکار میکنه؟ میان نماز و زکات یک جایه کرده ذکر میکنه. چرا؟ لأن الصلاة متضمنة الإخلاص للمعبود والزكاة والنفقة متضمنة الإحسان على عبيده، چونکه نماز این در برگیرنده اخلاص است برای معبود. یعنی شما وقتی که نماز خوانده در درون نماز باید که اخلاص باشد نسبت معبود، همون ذاتی که شما و عبادتش میکنید. و زکات و نفقه باشد در برگیرنده احسان است، یعنی وقتی که شما زکات دادید شما احسان کرده استادید به بندگان اون معبود. فعنوان سعادة العبد اخلاصه للمعبود و سعيه في نفع الخلق، یکی از نشانه های سعادتمندی بنده از آن عبارت است که و نسبت معبود خویش اخلاص داشته باشد و در نفع خلق باید سعی و تلاش و کوشش کننده باشد. دید این خصیصی خوب ذکر میکنند. یعنی نشانه های یکی از نشانه های سعادتمندی بنده از چه عبارت بوده است؟ یعنی که نسبت معبودش نسبت الله اخلاص دارد و در نفع خلقها سعی و تلاش و کوشش کننده باشد. این کدوم وقت انسان به دست می آورد؟ وقتی که نماز خوان باشد در بالا ذکر شده و زکات و نفقتی میدادگی باشد. کما ان عنوان شقاوة العبد عدم هذین الامرین منه فلا اخلاص ولا احسان. خیلی که عکس گیره میگوید شیخ، نشانه بدبختی بنده از چه عبارت است؟ از نبودن این دو چیز از جانب او، یعنی از طرف این بنده یگان ته از این دو نیست، نه اخلاص دارد و نه احسان دارد. ثم قال، بعد از آن الله سبحانه و تعالی میفرماید والذین یؤمنون بما انزل الیک، دیگری از صفاتهای متقین ها از آن عبارت است که ایشان ایمان می آورند به آنچه که به تو نازل شده است و هو القرآن و السنه. دیدید قرآن و سنت به پیغمبر نازل شدگی است. فهمیدید قرآن و سنت از یکدیگر جدا نیستند. چخیلی که الله تعالی فرمود که و انزل الله علیک الکتاب والحکمه، الله به تو کتاب و حکمت را نازل کرد. مراد از کتاب قرآن است و مراد از حکمت چه؟ سنت است. فالمتقون یؤمنون بجمیع ما جاء به الرسول، تقوادارها با جمیع چیزهایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آورده است ایمان می آورند. ولا یفرقون بین بعد ما انزل الیه، و جداگی نمی افکنند میان بعضی چیزهایی که به پیغمبر نازل شده است. فیؤمنون ببعضه، که در نتیجه به بعضی نازل شده ایمان بیاورند، ولا یؤمنون ببعضه، و به پاره دیگر ایمان نآورند. خب به پاره دیگر ایمان نآوردن به چند معنی هست میگوید؟ اما بجحده، یا که پر انکارش میکنند،
او تأویله، یا که تأویل میدهد. فهمیدید؟ حدیث صحیحش میگوید که این حدیث ها میگوید که ها وقتش گذشته میگوید. نمیده علی غیر مراد الله و رسوله، معنی داد میکند، تفسیر میکند به غیر اراده الله و پیغمبر، یعنی چخیلی که الله میخواهد و چخیلی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفهمد، یا که به دیگه تعبیر بگیم به غیر فهم سلف صالح معنی داد میکند. کما یفعل ذلك من یفعله من المبتدعه، چخیلی این کار میکرده کسان میکنند از جمله اهل بدعت، الذين يؤولون النصوص الضاله على خلاف قولهم. اینا یعنی که اهل بدعتی که همون دلیل هایی رو که دلالت به خلاف سخنی اونها میکنن، تیز چیکارش میکنن؟ دیگه تفسیرش میکنن. الذين يؤولون، تأویل میکنن، اما اهل بدعت یعنی تفسیر میکنن دلیل هایی رو که دلالت به خلاف سخنشون میکنن. فهمیدید؟ یعنی که در قرآن و حدیث دلیل بسیار آمد دیگه با مقابل سخنی ویها، با مقابل ویها مجبور میشن چیکارش میکنن؟ تأویلش میکنن. بما حاصله عدم التصدیق بمعناها، یعنی بچنان تفسیرش میکنن که خلاصش یعنی باور نکردن از به معنای او، به معناش باور نمیکنن. و این صدقوا بلفظی، اگر چنده که یعنی که به لفظش بعضش ایمان بیاورند، فلم یؤمنوا بها ایمانا حقیقیه، بس به اینها چی؟ به نصوصی که دلالت به خلاف قولشون میکند ایمان حقیقی نمیآورند. و قوله و ما انزل من قبلک، و ایمان میآورند همون تقوادارها با آن چیزی که قبل از تو نازل کرده شده است. یشمل الایمان بجمیع الکتب السابقه، این در بر میگیرد ایمان آوردن را با جمیع کتاب‌های گذشته. و یتضمن الایمان بالکتب الایمان بالرسل، یعنی این در برابر خود در بر میگیرد یعنی ایمانی به کتاب‌ها، یعنی ایمان آوردن به کتاب ها، این در بر میگیرد ایمان آوردن به رسول ها، چون که کتاب بری شما فقط آمدگی نیست مباشرتا از طرف الله، فقط برای تو عبدالله یا که عباس بری تو آمدگی نیست، همین خلاصه. البته بین تو بین الله یک مبلغ هست، یک رسول شدنش در کار است. همین ایمانی به کتاب ها در بر میگیرد ایمانی به رسول ها و بما اشتملت علیهم، و همین کتاب ها با چی را که در بر گرفتگی است، یعنی تمام چیزی که در درون این کتاب ها آمده است ایمان آوردن است. خصوصا التورات و الانجیل و الزبور، یعنی خصوصا این کتاب های یعنی تورات و انجیل و زبور. و هذه خاصیت المؤمنین یؤمنون بالکتب السماویه کلها، این از خصوصیت مؤمن ها که ایشان ایمان می آورند با تمام کتاب های آسمانی و بی جمیع الرسل، و ایمان می آورند به جمیع رسولان. فلا یفرقون بین احد منهم، میان یگان رسول ها جداگی نمی افکنند که به بعضی پیغمبرها ایمان بیاورند و به بعضی دیگر کافر بشوند، این خیلی نمی کنند. ثم قال، بعد از اون الله تعالی می فرماید و بالآخرة هم یوقنون، و بر روز آخرت ایشان یقین باور می کنند. والآخرة اسم لما یکون بعد الموت، آخرت یک اسم، کلمه آخرت یک اسم است که هر چیزی که بعد از مردن می شود و آخرت. فهمیدید؟ هر چیزی که بعد مردن سر می شود همین از همونجا آخرت سر می شود. و خصه بالذکر بعد العموم، نگاه کنید مخصوصا آخرت ذکر کرد بعد از عموم. خب برای چی؟ لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، زیرا اینکه ایمان آوردن به روز آخر یکی از ارکان چه؟ ایمان است. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله واليوم الآخر، خلاصه. ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل. نعم، زیرا اینکه همین ایمانی به آخرت از همه بزرگترین باعث معنی چه؟ یعنی که وادار کننده، یعنی به دیگر معنی بگیم سبب، از همه بزرگترین سبب می شود که انسان رغبت پیدا میکند و ترسش پیدا میکند و عمل کردن به او را وادار در جنبش و در حرکتش می‌دارد آخرت. اگر همون انسانی که واقعا ایمانی به آخرت داشتگی باشد و میترسد، فهمیدید؟ وقتی یک کس او را میرنجوند، اگر آخرت نباشه آدم دلش میکفد. فهمیدید؟ اگر آخرت نباشه، وقتی یک کس شما رو میرنجوند
خب پدرتون میرنجونتون. خب مثلا گیریم فرزند پدر میرنجونت که پدر چیکار میکنه؟ علاج ندارد، گپ. بعضی پدر هستن که میترسن بیچاره، فقط کار به آخرت نه. انمی آخرت نباشد یا که هر مشاجره که بین زن و شوهر میشد، در هر یک جنجال آدم زن سر نمیتی که مثلا در هر یک جنجال یا که مثلا خش تبار جدا نمیشی بکاخه، همه مجبور هستی چیکار کنی؟ احتساب کنی از الله سبحانه و تعالی، یعنی امید ثواب کنی در حق زن و فرزند و دیگه پدر و مادر و که دیگه کسو خش تبارت دعا میکنی. انا همین ایمانی به آخرت میگود اعظم باعث، از همه سببی بزرگترین است و چیکار کردن؟ با رغبت حواسمند شدن. وقتی که دونی که آخرت ہے نماز زیبا ادا میکنی، وقتی فهمی که آخرت هست طلب علم صدقان میکنی، وقتی فهمید آخرت هست رغبت و یکم ترس اتو پیدا میشود که من کاری نکنم که مثلا گریم نمازم درویگی نشود، منافقی نشود، ریا نشود. ولی عمل همچنین عمل معلوم میشه که اون کسانی که ایمانی به آخرت که سست دارند ضعیفه با عمل هم نمیکنن یا که عمل دیر میکنن. واليقين هو العلم التام الذي ليس فيه ادنى شك. یقین معناش چیه؟ این یک علمی پریر میگن که در وی اندک باشدم شک نیست. فهمیدید؟ یقین دیده چه وظیفه بزرگ داره. یقین این یک علمی پریر رو میگویند که در درون وی ادنى شک، اندک شک نیست. فهمیدید؟ و نشانش چیه؟ والموجب للعمل، وادار کننده به عمل است. فهمیدید؟ کدام وقت انسان باور میکند که من الحمدلله یقین دارم، کدام وقتی که انا همون انسان ایمانش نمیماندش چیکار کردن؟ یگون عمل ترک کردن. اولئک الموصوفون بتلك الصفات الحمیده، یعنی انا همین کسانی که چنین صفات‌های پسندیده دارن یا که به این صفات‌های حمیده، به این صفات‌های بزرگ صفت کرده شده بودن که در بالا گفتم که الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و مما رزقناهم و هكذا علی هدى من ربهم، بر هدایت هستند از جانب پروردگارشان. اینها بر هدایت هستند از جانب پروردگارشان، ای علی هدى عظیم، اینها بر یک هدایت بزرگ هستند. لان التنکیر للتعظیم. از کجا فهمیدیم کلمه بزرگ؟ چون که همین یعنی که هدن به الف لام اومده، نکیر اومدنش این دلالت به چی میکنند؟ به بزرگی میکنند. و ای هدایت اعظم من تلك الصفات المذكوره المتضمنه للعقيده الصحيحه والاعمال المستقيمه. شیخ تعریف کرده با کدام میگوید هدایت از این هدایت دیده بزرگ میشود؟ این از این صفات هایی که ذکر شدن، ذکر باید گذشت، در برگیرنده عقیده درست بودن و اعمال مستقیم، اعمال راست بودن، از این دیگه دیده یگون هدایت بزرگ میشود مگر؟ و هل الهدایت فی الحقیقه الا هدایتهم، و یگون هدایت نیست در حقیقت گیره مگر جز هدایت اینها. اگر انسان متقی باشد و چنین صفات داشته باشد، همین کسی میتونه گفتن که در هدایت حقیقی همین کسی. و ما سواها مما خالفها فهي ضلاله. و غیر از چنین هدایت یک کس بود که با این خیلی هدایت هم های به نمازی، به زکات، به نفقه، به ایمان به غیب، گفت اگر مما خالفها یعنی مخالفی گفته های بالا باشد که فهي ضلاله، این گمراهی است. فهمیدید؟ نماز نمیخواند میگوید بعد در هدایت هم میگوید در ضلالتی. فهمیدید؟ و اتا بعلا، اگر اهمیت دادگی باشد اولئک علا، علا اومدن. الله سبحانه و تعالی کلمه یا که گویم حرف جر علا را آورد فی هذا الموضع، در اینجا. این چرا دلالت میکنه؟ الدالة علی الاستعلاء، این دلالت به بالا میکند، همه خیلی است. و فی الضلاله یاتی بفی، در کلمه ضلالت حرف جر فی را آورد دیگه است. خیلی که الله تعالی میفرماید که و ان او ایاکم لعلی هدى، یعنی علی هدى او فی ضلال مبین. و هر آینه ما یا که شما در بالای هدایت هستیم یا که در گمراهی آشکار هستیم. لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى، چرا در هدایت علا آمد؟ زیرا اینکه صاحب هدایت و به طفیل هدایت عالی است، در بلندی است. مرتفع به، به طفیل هدایت
و قدر او شأن او بلند است و صاحب الضلال منغمس فيه محتقر و صاحب ضلالت باشد گمراه باشد و در گمراهی غوطه زده است و تحقیر کرده شده است پست است. ثم قال بعد از اون الله سبحانه و تعالی میفرماد و اولئک هم المفلحون انا همین کسان هستند رستگاران اللهم ارزقنا. والفلاح هو الفوز بالمطلوب. فلاح چیست؟ فلاح یعنی به مطلوب خویش رسیدن را میگویم یا که به دست آوردنی همون چیزی که شما در جستجوی همان هستید. فهمیده؟ شما در طلب علم هستید الله سبحانه و تعالی به شما علم میدهد معلوم میشه که شما فلاحمند هستید. هم خیلی شما در طلب جنت هستید الله برایتون جنت نصیب کرد فلاحمند هستید. و النجات من المرهوب. فلاح دیگر صفتش از آن عبارت است که نجات یافتن از هر چیزی که شما میترسید یعنی از دوزخ میترسید الله نجاتتون داد مفلح هستید. فهمیدید؟ حصر الفلاح فیهم یا که حصر الفلاح فیهم الله سبحانه و تعالی پیروزمندی را در ویها چیکار کرد؟ خاص قرار داد. یعنی پیروزمند همین ها هستند گفته اینو چیکار کرد؟ غیر از اینها نیستند گفته حصر کرد. لانه لا سبیل الى الفلاح الا بسلوک سبیلهم چون که آخر یگون راهی نیست که وی به فلاح به نجات برد مگر به رفتن راهی وی ها. خواهی که به راه نجات روی مجبور هستی بنمی چیکار کنی؟ بنمی راه کسانی که متقی بودن و صفاتاشون ذکر شد به راه همونها روی. و ما عدا تلك السبیل فهي سبیل الشقاء والهلاك والخساره. غیر از این راه یعنی که راهی که در بالا ذکر شده بود این راههایی چی می باشند؟ بدبختی، راه هلاکت، راهی چی زیان می باشد که التي تفضي بسالكها الى الهلاك یعنی روندی به این غیر راه تقوادارها چیکار میکنند؟ غیر از این راه میبرد رونده را به چی؟ به هلاکت. فلهذا لما ذکر صفات المؤمنین حقا بنابراین میگوید شیخ در آخر وقتی که الله سبحانه و تعالی صفاتهای مؤمنهای حقیقی را در بالا ذکر کرد ذکر صفات الكفار المظهرین لكفرهم المعاندین للرسول فقال بعد از این میگوید ذکر کرد الله سبحانه و تعالی صفاتهای کافرهای را که و کفرشون آشکارا میکنند و سرپیچ هستند نسبت رسول. فقال ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ان شاء الله در درس آینده میگیم. و صلی اللهم و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.